فوتبال رباتی یه بازی مجازی فوتباله که با کنترل بازیکن رباتی که فوتبال واقعی بازی میکنن به صورت تکنیکی و فیزیکی انجام میشه و بازی بسیار هیجان انگیزیه که در زمان کوتاهی به شدت مورد توجه واقع شده. این بازی مسابقات منطقه‌ای و جهانی داره و بهترین بازیکنان فوتبال رباتی در سراسر جهان به بازی‌های جهانی دعوت میشن. فوتبال رباتی به بازیکنان رباتی ختم نمیشه، بلکه به عملکرد کنترل کننده های اونها هم بستگی داره، به ذکاوتشون، هوششون و سرعت عملشون. با ما همراه بشید با مسابقات فوتبال رباتی. قسمت اول، بازیکن مرموز. میگی تک شما در سطح من نیستی. خواهیم دید. جدا میخوای توپو از من بگیری؟ توپو بگیری. خیالت راحت، هیچکی نمیتونه توپو از من بگیره. مشکل تو چیه پسر؟ حالا باید بازیکن رباتیم هم تعمیر کنم. این عادلانه نیست. این پنجمین برد پی من بود. نفر بعدی که میخواد شکست بخوره کیه؟ کسی نبود. کسی جرأت نره. چرا قیافاتون تو همه دماغین؟ باید برای من یه بازیکن جدید بخری. هر وقت شکستم دادی پول بازیکن جدیدم بهت میدم. هی من باهات بازی میکنم. کی بود این حرفا زد؟ من بودم. تو با این قد کوتاه میخوای منو شکست بدی کوچولو؟ اصلا خوشم نمیاد تحقیرم کنن. اگه به بازی باید کیف مدرسه‌مو بیاری. بازی کردن فوتبال رباتی هیچ ربطی به قد و قواره نداره. با قد خیلی کوتاه هم میشه خیلی خوب بازی کرد، مگه نه؟ خیلی خوب باشه، اگه ما باختیم یه هفته کیف مدرسه رو برات میاریم. تا 2 هفته میاریم باشه؟ واسه ما چطوره؟ بهتر سر قولتون بمونین. یه سال کامل کیف مدرسه‌مو برام میارین. مواظب خودتون باشین، فرار نکنین. نکنه دیوونه شدی. بابا من داشتم از تو دفاع میکردم. خب میخواستی از من حمایت کنی؟ ببینم چند وقت رایانه دوباره آلوده شده؟ 5 دقیقه قربان. چه میزان اطلاعات از دست دادیم؟ رایانه داره نتیجه تمام امتحانات نهایی رو پاک میکنه. هی چه خبره به ما بگی؟ یه ویروس سیستم رایانه‌ای رو آلوده کرده. همه نمره و سیستم حضور غیاب پاک شده. باورت میشه پسر؟ واقعا من 3 بار تأخیر داشتم، پس یعنی اینجوری همه تأخیرام پاک شده و دیگه مشکلی نیست. پسر این عالیه.
چطور پیش میره؟ راهی هست بتونی متوقفش کنی؟ فعلا نه. خیلی راه ها رو امتحان کردم. این یه ویروس جدیده، وقتی به 100% برسه همه چیز از بین میره. معنی این چیه؟ یعنی همه دانش آموزا باید امتحان بدن. یعنی دوباره امتحان بدیم؟ وای نه، نمیتونم متوقفش کنم. داره به همه جا نفوذ میکنه. وای نه، متوقفش کنیم. به هم بگین چقدر وقت داریم؟ کمتر از 5 دقیقه. امکان نداره، کار دیگه ای نمیتونم انجام بدم. این ویروس از من خیلی قوی تره. بنابراین باید دوباره امتحانات رو برگزار کنیم. نه خواهش میکنم، امتحانات خیلی سخته. کارل، تیمی، الک کجاست؟ ما چه میدونیم؟ بیارینش اینجا. بدو اینجا که نیست. این بوی چیه؟ آره یه بوی میاد. بوی عجیبیه. یکی اون بالا داره ماهی میپزه. بفرما اینجاست. الک همین الان بهت نیاز داریم. خبرای بد، مشکل بزرگی خوردیم، خیلی بزرگ. چی؟ تو داری این بالا چی کار میکنی الک؟ این یه جاذبه گرمای قدیمیه. با یه مقدار شیشه طبیعی درستش کردم و یه مقدار رنگ فلورسنت طبیعی روش گذاشتم. بنابراین باید نور خورشید رو با طول موج بالاتری جذب کنه. بعدش هم باید طبیعتا نوری با طول موج بالا بتابونه و همینطور گرما، اما نمیکنه. دارم بررسی میکنم که چرا این کارو نمیکنه. خب که چی؟ منظورتو نمیفهمم. به لحاظ علمی کباب کردن ماهی مرکب نباید به سوزونتش. اینجا رو نگاه کنین. چرا همه این ماهی مرکب سوختن؟ باید این مسئله رو حل کنیم. تر اول بیای ما رو نجات بدی. باید همین امتحانا رو دوباره بدیم. نمیخوایم مزاحم باشیم ولی باید سریع باشی. هی، این یکی خوب به نظر میاد. خوردن کافیه، باید با اون بیای طبقه پایین. زود باش الک، باید درستش کنی. میدونم که میتونی. الک به من بگو میتونی درستش کنی یا نه؟ دوستان، ظاهرا باید بریم و برای بچه ها دوباره سوال امتحانی طرح کنیم. نمیفهمم چرا انقدر خوشحالی. باید امتحانا رو از اول بدیم، اینجوری همه بچه های مدرسه بیچاره میشن. اون اعداد همینطوری دارن میرن بالا. چرا اعداد مرتب دارن میرن بالا؟ اونم وقتی به 100% رسیده. میتونی این موضوع رو توضیح بدی الک؟ آره میتونم. اگه اون نشانگر روی 100% متوقف میشد همه اطلاعات پاک میشد، اما حالا داره درصدش زیادتر میشه، پس اطلاعات دیگه پاک نمیشن. وقت کافی نداشتم که جلوی زیاد شدن درصد رو بگیرم، اما برای ادامه دار شدنش وقت کافی داشتم. آفرین و مرحبا، تو نابغه ای الک. آقای چن، شما هم اگه ناامید نمی‌شدین مطمئناً به نتیجه دلخواهتون می‌رسیدین. اگه تا لحظه آخر به نبرد علیه این ویروس ادامه میدادین برنده می‌شدین. ببینم موافق صحبتای من نیستین؟ بله من زود ناامید شدم الک. آقای واینگ، لطفاً از همه اطلاعات روی سیستمی که آلوده نشده پشتیبان بگیرین. فکر نکنم این کار مشکلی ایجاد کنه. همین الان. خیلی خوب، من کارم تموم شد. میبینمتون آقایون، به امید دیدار. آهای الک، این نمرات غیر واقعیه. الک، تو به سختی امتحاناتو پاس کردی.
اما تو درس تکنولوژی اطلاعات 97 گرفتی. نکنه تو به سیستم مدرسه نفوذ کردی؟ الک 97 گرفته؟ جدا من 97 گرفتم؟ چقدر کم؟ کجا سرتو انداختی پایین داری میری؟ وایسا ببینم. شاید الکو خوب نمیشناسین. اون هرگز سوی امتحانات تقلب نمیکنه. بله نکنه من تو تصحیح برگ اشتباه کرده باشم. من یادم نمیاد اون هیچ وقت کمتر از نمره کامل گرفته باشه. بهتر برم دوباره بررسی بکنم. میتونم ازت خواهش کنم کمکمون کنی و بیای گوریلو شکست بدیم؟ آره اگه تو بازی نکنی ما بد جور میبازیم. خواهش میکنم. اون خیلی بد بازی میکنه. بازیکن رباتی دوستامونو میشکنه. بیا دیگه، بیا یه درس حسابی بهش بده. تو باید بهمون کمک کنی، به خاطر من، به خاطر هممون. نه نمیام. تو همیشه به دوستات کمک کردی. خودت هم میدونی تو بهترین بازیکن ما هستی. میشه بپرسم چرا بعد از اینکه پدرت رفته دیگه فوتبال رباتی بازی نمیکنی؟ به خودم مربوطه. اگه ببازیم به مدت 1 سال بعد کیف مدرسه‌شو براش بیاریم باورت میشه؟ آخه به من چه ربطی داره؟ اما این مشکل تو هم هست. منظور از ما یعنی ما 3 تا برادر، یکی برای همه برای یکی، درسته؟ به من نگوش برادر خفل. خیلی خوب باشه. اصلا شیر یا خط میندازیم. اگه شیر شد تو قبول میکنی که با همون بازی کنی، باشه؟ این کارای احمقانه دیگه چیه؟ من به همچین چیزایی اعتقاد ندارم. بابا بی خیال دیگه. ببینم تو به سرنوشت اعتقاد نداری، درسته؟ تو نمیتونی ما رو نادیده بگیری پسر. باید توانایی رقیباتو بشناسی تا بتونی برنده بشی. بازیکنای ایوان از لحاظ فیزیکی خیلی قویان، پس اگه باهاش یه بازی فیزیکی کنی حتما میبازی. الک هی میشه بپرسم چرا با تیمی و کار فوتبال رباتی بازی نمی کنی؟ این دیگه چیه؟ این هدیه خوشگل برای خاله عزیزمه. واسه خالمه؟ آخه به چه دردش میخوره؟ سلام خاله خانم. بازم به هم گفتی خاله خانم؟ چند بار بهتون بگم منو خاله خانم صدا نکنیم. اینجوری احساس میکنم سنم زیاده و پیر شدم. سلام خاله خانم. هی میشه بهم بگی اون چیه؟ اینو میگین؟ به نظرم کاکتوسه. بله یه کاکتوس خوشگل. میدونی چرا همیشه تنهایی؟ فکر کنم به خاطر ذائقه عجیب غریبت باشه خاله. آخه کی کاکتوس به این گندگی رو دوست داره؟ چقدر زشته. اینکه پخت و پز یاد بگیری چیز خوبیه، اما اینکه به عنوان هدیه کاکتوس بدی خیلی عجیبه. درست مثل خودت. بفرمایین خاله جون، بیاین شروع کنیم. خیالتون راحت، ماهیام برای همین امروزه. الک چطوری اومدی؟ نوردهی فلورسن در مخزن 6 و پمپ اکسیژن در مخزن 8. خیلی خوب. فکر کنم لامپش شل شده. تو بساط چسب قوی نداری؟ چرا یه جای تو کمد هست، خودت برو پیداش کن. وای نه، 3-1 عقبیم، داریم بازی رو میبازیم. یه بازیکنمونم بدجوری مصدوم شده. اگه نیای هیچ شانسی نداریم، میفهمی؟ شکست بدی میخوریم. خواهش میکنم الان پاشو بیا، خواهش میکنم. ده میگم نمیام. اون اسطوره است.
عمو بال چرا بازیکن جدید خریدی؟ میشه بپرسم از کجا آوردیش؟ عمو جان من نخریدمش. قابل شماره نداره. باشه دفعه بعد حساب میکنی. یعنی چی تو نخریدیش عمو؟ پس از کجا اومده؟ روش حتی تاریخ تولیدم نخورده. دهی از من سوال جواب نپرس. اینجا سرم شلوغه. پدر 2 روز پیش فرستادتش. متوجه شدی؟ پدرم اینو برام فرستاده؟ پس چرا بهم نگفتی؟ برام پیغامی چیزی نذاشتمو؟ نه پیغام نذاشت. چرا پدر باید این بازیکن رو واسه من بفرسته؟ حتما باید چیز ویژه‌ای باشه. باید خوب بررسیش کنم. من اینو با خودم بردم عمو. هی کار مخزنه رو تموم کردی الک؟ اون پسر اونجاست. کدوم پسر میگین؟ اون پسر تقریبا همسن منه، با لباسای خیلی معمولی و دوست داره فوتبال رباتی بازی کنه. نگاهی که تو چشماشه رو میشناسم. اگه درست تشخیص داده باشم باید الک باشه. تنها پسر کلمند، طراح چینی بازیکن‌های فوتبال رباتی. تعقیبش کن. برو. بله قربان. واقعا براتون متاسفم. فکر می‌کردم بهتر از این حرفا باشی. نتیجه بازی 4-3. هنوز 1 گل عقبی. به نظر تنها چیزی که نیاز داریم حمله کردنه. به حمله ادامه بده. هنوزم میتونیم بازی رو ببریم. فقط 1 گل عقبیم. با آنتونی بگو عقب زمین وایسه و اجازه نده لیزر وارد زمین ماشه. آنتونی اجازه نده لیزر از نزدیک نقطه پنالتی شوت بزنه. هر جوری شده جلوشو بگیر. توپو از زیر پاش در بیار. فهمیدی؟ ایوان از سرعتت برای رسیدن به زمینشون استفاده کن. هر وقت تونستی شوت بزن. بچه ها نگاه کنین الک اینجاست. اومده که بازی رو نبازیم. آره تیم ما دوباره قدرتمند و کامل شد. اسطوره دیگه کیه؟ تا حالا دربارش نشنیده بودم. راستشو بخوای خودم هم نمیشناسم. الان میخوام امتحانش کنم. حالا هر چی عجله کن. فقط جعبه رو باز کن و بذار بازی کنه. کارت تموم رفیق. بلش کن لیزر، فقط حمله کنی. خیالت راحت باشه، ما این بازی رو میبریم. آره هیچ کس نمیتونه توپو از من بگیره. اسطوره برگرد عقب، نذار بشوته.